بار دیگر درود میفرستم با آنهایی که این لحظه ها ما رو در پخش مستقیم تماشا دارند و البته شما همین چند لحظه پیشتر سرخط خبرهای روز رو شنیدید و میدونید که در برنامه خبری چه موضوع مطرح میشوند. ولی اگر در یاد داشته باشید ما چند روز پیش برای شما خبر داده بودیم که یک مهاجر 22 ساله از دویم آشیانه به زمین افکنده شد و در وضعیت خیلی وزنین به بیمارخانه او را انتقال دادند و پزشکان برای نجات جان او مبارزه بودند و حالا خوشبختانه این مهاجر به خود اومده است و ازش بهتر شده است و خود او درباره این قضیه چی نقل میکند و چی میگوید چرا کارفرما او را از دویم آشیانه به زمین پرداخته است. اگر میخواهید تفصیلات را از زبان خود این جبرده بشنوید و آثار لطوکوب رو در چهره او ببینید، پس بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در برنامه خبری ما رو تماشا کنید. دیگر موضوعها نیز هستند که امیدوارم برای شما جالب خواهند بود. ما شما رو منتظریم.